ماندگاری جوانسازی واژن با لیزر ژولیت چقدر هست؟ این توی افراد مختلف متفاوت هستش. حد اکثرش حدود 36 ماه هست، یعنی حدود 3 سال. ولی خب ما بیمارانی داریم که بسته به نوع استفاده‌ای که داره ازش میشه. مثلا بیماری هست برای خشکی استفاده میکنه، ممکنه بین 1 تا 2 سال باهاش کاملا راحت باشه. اما بیمارانی که برای تنگی استفاده میکنن، من بین 1 سال تا 3 سال دیدم که ماندگاری براشون داشته. برای سفیدی واژن هم تا زمانی که بیمار کاری نکنه که باعث تیرگی ناحیه تناسلی بشه، این در حقیقت سفیدسازی توسط ژولیت باقی خواهد موند. اگر که بیماری مثلا لباسهای تنگ بپوشه، یا اینکه بره لیزر موی زائد روش بزنه، یا اینکه استفاده از یه سری داروهای خاص توی این ناحیه، اینا ممکنه باعث تیرگی ناحیه تناسلی مجدد بشه. ولی اگر کار خاصی انجام ندن و لباسهای نخی هم بپوشن، لباس زیر نخی، معمولا هیچ مشکلی پیدا نخواهند کرد. متشکرم.